تعریفتون گفته در حد خودم نمیدونم ان شاءالله شما چی بگم والا ماشاءالله. فکر نمی‌کنم رقیب قدری باشه ولی خب امتحان می‌کنیم دیگه ان شاءالله که میبره. باسن بالا بیاد آره همزمان. نه دیگه این که اینجا مثلا این اینجا می‌بستی اول. با فصل دوم آتش نشان شو در خدمتتون هستم با 2 تا شرکت کننده خانم. بریم باشون صحبت کنیم ببینیم رشته ورزشیشون چی بوده، خودشون معرفی کنن. شرکت کننده اولمون خودتون معرفی می‌کنی؟ به نام خدا. سلام، انسیه خوانی زاده هستم، 37 ساله از کرج و مدت 11 سال دو میدانی کار کردم ولی الان 7 ساله که دیگه هیچ رشته ورزشی کار نکردم. خب به نظرتون حریفتون رو در چه حدی می‌بینید؟ فکر نمی‌کنم رقیب قدری باشه ولی خب امتحان می‌کنیم دیگه ان شاءالله که میبره. دمتون گرم. توکل به خدا. خیلی ممنون. شرکت کننده دوممون. سلام، مریم قهرمانی تبار هستم، 28 ساله، رشته ورزشم پاور یوگا و بدنسازی. خب حریفتون گفته در حد خودم نمیدونم ان شاءالله شما چی بگم والا نمیدونم، حالا باید ببینیم چی پیش میاد دیگه ان شاءالله که خدا. خیلی ممنون. اتفاقات خوبی بیفته ان شاءالله. مصطفی رو هم که میشناسید، آتش نشان تهران و در خدمتش هستیم. مصطفی نصیری، آتش نشان تهران. منم سابقه تکواندو، دو میدانی، شنا و فوتبال و والیبال دارم. فعلا هم که در خدمت آتش نشان هستم. عزیزم محبت کردی. بچه‌ها بریم شروع کنیم آیتما رو. دمتون گرم. آیتم اول آیتم سورتمه است. 3 بخش داره. بخش اول خاموش کننده دستی رو 15 متر میبرید تا دم اون کله قندی دور میزنید. میرید اینجا حواستون باشه فقط خاموش کننده نیفته. آیتم بعدی سورتمه هستش که برای شما یه وزن 20 کیلویی روشه. 20 متر میدید با تناب برمیگردید. میرید آیتم سوم لاستیک و پست هستش که بین پا قرار میدید. یه ذره خط رد هر کدوم کافیه. آره رد شد تمومه. بعد میتونید سمت خط پایان رد شوید پس می‌کنید. اینجا با صوت من آماده باشید. آماده اید؟ ماشاءالله. نظرت چیه خانوما؟ آره. نمیدونی کی میزنه؟ آها. ماشاءالله ببین چه پایینش. ماشاءالله. عالی. عالی. ماشاءالله. ماشاءالله خوب میکشه، حول میده. خوبه ورده کافیه. ماشاءالله. عالی. برو ماشاءالله برو. یه ذره دیگه مونده. یه ذره برو. خوبه. ماشاءالله. عجله نکن. تایمت خوبه. نه میگم فشار زیاد نیاد. آره ماشاءالله. نه میگم یهو پاهاشون خالی نکنه. اون خانمای خورده. آره ماشاءالله. عالی. مواظب باش. بچه‌ها ما پتکم دورشو قشنگ چیزای ابری با چسب پیچیدیم که خدای نکرده آسیب نبینه. ماشاءالله. عالی هستی ها. دمتون گرم. بچه ما سورتمه رو یه خورده سبکش کردیم برای خانوما. وزنه 20 کیلویی فرق گذاشتیم. فقط خانم خوانین از خود چیز رد کنید. آره زاویه‌تون یه خورده. آره ماشاءالله. یه دونه دیگه. پتکو بذار. آره مواظب باشو. عجله نکن زیاد. چند رکوردشون؟ 2 دقیقه و 8 ثانیه. 2 دقیقه و 8 ثانیه. ماشاءالله. آماده اید؟ ماشاءالله. مواظبم باشه. خاموش کننده ها رو قشنگ بزن نیفته. آره. پایین. ماشاءالله دختر. عالی هستی ها. یه ذره دیگه خوبه. بردار. آره ماشاءالله خانم قهرمانی تبار.
برو بهت گفتم هر موقع بهت گفتم بذار. برو خوبه برو سمت پشت. باشه مواظب باشه، آروم عجله نکن. ماشاءالله عالی بیا پایین‌تر ضربه از اینجا بزن. آها ماشاءالله. بگیر سمت چپ خوردی خورده. داری کج میری. ماشاءالله. عالی. یه ذره دیگه مونده. فکر کنم 3 تا دیگه مونده بزن. برو ماشاءالله. از الان 3 تا دیگه مونده بزن. برای استارتش خیلی استارت سنگین نزنم. خوبه بزن برو. خیلی فشار نمیخواد بیاری. باهات قفل کرده. برو یه ذره بزن. ماشاءالله. چند؟ 1 دقیقه 47. ماشاءالله عالی بودی. خانم قهرمان تبار چطور دیدی آیتم حالا؟ خوبه ما میایم موقع که هست. خوب بود. آیتم دوم آیتم شناسوری هستش. روبروی هم قرار میگیرید با شمارش با سوت من. شما شروع میکنید، شنا میزنید، میچسبید زمین، دست جدا میشه، میایید بالا. منتظر مونید نفر روبرویتون بزنه. انقدر میزنید تا نفر خستش. آماده ای؟ بریم ما هم پایین همراهشون. بریم. آماده؟ فقط انسی خانم باستن بالا بیاد. آره همزمان. خود تمیزتر داره شنا میزنه. آره اول دست رو میکنه. انسی خانم همزمان باستن و سینه آره با هم کنده بشه. اول سینه کنده میشه بعد باستنتون. نه به خدا جدی میگم. اشکال هم میگیریم میزن پارتی بازی کنه. چی بگم؟ ماشاءالله. کمر رو زودتر بیارید بالا. ماشاءالله. باستن رفته پایین کلا. این سه خانده خورده سریع‌تر بزن. بدن همزمان بود بالا. نه نمیخوره. بدن همزمان بره بالا. بدن همزمان بخوره. همزمان همه همزمان نیست. بدن همزمان. آره. استراحت نکن بیا بالا. داری خطا میری کامل. ماشاءالله. خسته نباشید. آیتم دوم چیز کن. خانم قهرمانی برنده شد. آره. اشکال نداره. ولی بگم این چنایی که میرفتی شنا نبوده دیگه. ما چیز بود سفره ماهی بود. آره دمتون گرم. یه خطا بگیریم نگرفتیم این سری. بریم آیتم سوم بزنیم ببینیم چی میشه دیگه. ماشاءالله به جفتتون. خب رسیدیم به مرحله آخر، مرحله سوم، مرحله دوزه. سوتی که زدم همزمان با هم شروع میکنید تو لاین خودتون. مهرهاتون رو میبرید رو صفحه دوز میچینید، برمیگردید مهره بعدی. وقتی بازی مساوی شد دست خالی برمیگردید، پاتون از خط عبور میکنه، دوباره میرید اونجا مهره رو جابجا فقط میکنید. آماده؟ با صوت من شروع کنید. مواظب باشید هم نخورید. ماشاءالله. نه تو دو جفتش که بذار یه
نه بابا وجود سه تا شد. با توی هر کدوم یه خونه است. یعنی چی؟ نه این هر کدوم یه دونه مربعه. اشکال نداره. نداره اشکال نداره. این بذاری هر کدوم توی دونه خونه باشه. اشکال نداره. نه دیگه این که اینجا مثلا این اینجا می‌بستی اول. بعد که بستی اینا می‌بردی اینجا. اشکال نداره. یکی از آیتم‌ها رو شما آره دیگه. خسته نباشی. یکی از آیتم‌ها رو حالا شما بردی. آره. اشکال نداره. اشکال نداره. چطور بود مسابقه؟ خیلی وقت دیگه هیجان نداشتیم ولی خب خوشم اومد. دوستم دفعه بعد بیام ولی با آمادگی بیشتر. این دفعه میگم یه ذره آماده نبودم ولی ان شاءالله دفعه بعد با آمادگی بیشتر میام. هر سه تا مرحله رو خیلی عالی رفتی. مرحله آخرام حیف شد. یه اشتباه دید بودش بیشتر. فکر کردی یه خونه است همون جا چیندی. یه بار بعد ببره دیگه. شما واقعا خیلی کلی بشید با هم دیگه. آره من زیاد کاری نخوندم ایشون کاری خوند. ماشاءالله خیلی خوب بودش. مرحله بعد میبینم. خیلی خوشحال شدیم. مرسی. خسته نباشی. این همه ادعا کردی آخرش هم بازنده شدی. نظرت چیه؟ نظرم اینه که آدم نباید اول کار انقدر کری بخونه ولی به رقیبم هم نمیخورد. خیلی ریزه میزه بود، کوچولو بود، فکر نمی‌کردم. ولی دمش گرم، خیلی با اخلاق بود. آره خیلی قربون شما زنده باشید. دست شما هم درد نکنه. متشکرم از شما آقای داور فیلمبردار و اینکه خیلی با اخلاق بودید. مهم این بود. خیلی خوش گذشت. زنده باشید. دست شما درد نکنه. قربون شما زنده باشید. برنده امروزمون خانم قهرمانی تبار هستن. خانم آره مهم نیته. شما گفته بودی میبری چی شد حالا؟ یه توضیح میدی؟ تقصیر شما. من به شما گفتم 2-1 میبرم دیگه. من گفتم فدا سرت. ولی مهم اینه که خیلی با اخلاق بودین. خیلی باحال بود. خیلی خوش گذشت. مرسی. خواهش میکنم قربون شما. خانم رقیبم خیلی باحال بود. دوست دمتون گرم بچه‌ها. خسته نباشی. خانم قهرمانی تبار میره مرحله بعد با خداحافظی میگم. مصطفی جون حرفی سخنی. نه ماشاءالله جفتتون خسته نباشید. دمتون گرم. من بچه‌ها این لباسا خیلی گرمه. یه جورایی پختم. خسته نباشید. دمتون گرم تا اینجای برنامه همراهیمون کردید. ارادت. خداحافظ.